سلام بچه‌ها، من اومدم با معرفی یه فیلم دیگه. فیلم راز خانواده ماربون. ژانرش ترسناک و رازآلوده و IMDbش هم 6 و 7. این فیلم در مورد 3 برادر و یه خواهره که همراه مادرشون برای فرار از دست پدرشون به خونه اجدادی مادرشون نقل مکان میکنن. متاسفانه بعد یه مدت کوتاهی مادرشون فوت میکنه و برادر بزرگتر برای اینکه دولت خواهر برادرش رو ازش جدا نکنه اونا رو به یتیم خونه نبره، باید تا وقتی 21 سالش میشه مرگ مادرش رو از جامعه مخفی کنه تا به گوش دولت نرسه. ولی بعد چند روز از فوت مادرش یه سری اتفاقای ترسناکی تو خونه‌شون میفته. این خونه یه راز تاریک داره که خانواده ماربون اینو میدونه، ولی سعی میکنه باهاش کنار بیاد و مخفی کردن این راز کار دستشون میده و اتفاقای ترسناکی واسهشون رخ میده. این که اون راز چیه و چرا این اتفاقا واسهشون میفته، چرا از دست پدرشون فرار کردن و خب اگه بگم اسپویل میشه. بهتر خودتون ببینین و در حال به نظرم فیلم جالبی و پایانش شوکه کننده است. دوستتون دارم، لایک یادتون نره. تا معرفی بعدی، خدا نگهدار. No one ever will separate us.